اگر یکی دو نفر بلوچ ها باشن در روم فکر کنم باش. فرروچه آرگا برای کشاندن خورشید به سوی خود، بیایید سنگتان دیما رویم ما، فروشین دژمن بی ما رویم ما. نبید نندگ متاها پین تلشتان، بیایید دیم په سبزا پا رویم ما. نبید نندگ متاها پین تلشتان، بیایید دیم پا چنورا شپروین رستر تچانند، فرروچه آرگا دیما رویم ما. پدا واتر کتک هوکان کشاران، بیا گونجا کوکو کارا رویم ما. بیا که جهجتک قومه گریبان، جنین چاپ و گونی رومبا رویم ما. اگر می رهسرا آچش بگوارید، بزان کندان اما آثار رویم ما. بیا ظلمانی جهلانکین زرا دوست، جنین کندک چو دودای رویم ما. نسگید حیبتا میگا ستمکار، نسگید حیبتا میگا ستمکار، نسگید حیبتا میگا ستمکار، دریپان نو که چو لهرا رویم ما. جماران آسگی تو شاه کوتا، اگه هم کوپگا دیما رویم ما. قسم پم مکهی ماتان ارسان، شهیدان پس شمه راه رویم ما. شما قوم مرادانی شهیدید، شما هر واحد رندا رویم ما. روان و شاد نام و نیک و مرچی، بزین جنگان شما جاها رویم ما. نوشتید کاروان میران بزان می، نوشتید کاپلا میران بزان می، که زیگ وستک چتاها پا رویم ما. درود درود عزیز جان. همچه واقعا همچه دیمار رو ما انشالله. بله. خب دوستان، اشوبوس نمیارم بارا مگه اینکه بنویسی درود بر سازمان مجاهدین خلق ایران، میارم بالا. اینو اونجا ننویسی نمیارم، هیچ چیکار وقت نمیارم. عزیز، چیکار عشق بوس داری خب؟ به جان جیمی اگه بیارمش تو روم نمیارم. نمیارم. بنویس درود بر همه جانبخشان سازمان مجاهدین خلق ایران، درود بر یاران حنیف نژاد، درود بر کسانی که توی منشورشون نوشتن بهرهگیری از استثمار از افراد ممنوع. بنویس میارم. من فوشه ها و دشنام های مارکو رو از سخنان یک زندانی که مانند تو باشه بیشتر ترجیح میدم.
من زندانیم به مجاهدین بد میگم. ای بابا، تو میتونی با مجاهدین مخالف باشی، منم تو بسیاری جاها مخالف، ولی نمیتونم حقیقت رو از میان بردارم. نمیتونم همسنگرم و همراه باشم با خمینی، همراه باشم با ملاها. تو هر کینه ای که نسبت به مجاهدین کنم، ملاها 100 تا درود برات میفرسته. مرد حسابی چیکاریه؟ پولشون رو از کجا میارن؟ دزدی کردن، آوردن خرج اتوبوس میکنن که بگم مرگ بر ملا. رفتن دزدی کردن مثل یعقوب لیث. یعقوب لیث میرفت راهزنی میکرد، میرفت میداد به فقرا. اونم رفتن دزدی کردن. آقا دزدی کردن، میرن مردم میارن سوار اتوبوس میکنن، میگن بگید مرگ بر خمینی تو پارلمان اروپا. تو بیا همین کارو بکن، تو بیا همین کارو بکن. خب دوستان، شب و روزتون خوش باد. تا شبی دیگر، به امید فردایی بهتر برای اپوزیسیون سیاسی ایران، به امید گرفتن تصمیمی بزرگ برای یک تظاهرات بزرگ برای نبع اعدام در پارلمان اروپا، با یک تظاهرات و تحسن بزرگ، امیدواریم که سر بگیره به همین زودی. شب و روزتون خوش باد، در پناه تلاش های روزمره تان. نابودی بر حکومت ملایان و ملاییت در سراسر جهان. پیروز باشید.